حج رفتن یک بار لازمه. یک بار رفتی برای حج، دیگه حجت ادا شده، نمیخواد که چندین بار بری برای حج. به خدا قسم اگر این پولهای اضافه حج رو ما جمع بکنیم، یک جوانی رو سر و سامان بدیم، به مراتب از 1000 تا حج نفلی بهتره. این جوانها رو دریابید. حضرت علی رضی الله عنه چه زیبا میفرماید، میگه که هر وقتی که نسلها عوض میشن، قرنها عوض میشن، شما فکر گذشته رو نسبت به جوانهای آینده نداشته باشید. چرا؟ چون فکرهاشون عوض شده. چه جمله زیبایی میگه. باور بکنید جوانهای ما امروز فقط یک فردی رو میخوان که باشون بشینن درد دل بکنن. کدوم یکی از ما به اون جوانهایی که به جوانهای خودمون به ظاهرشون میرسیم، بهترین لباس رو براش تهیه میکنیم، میخریم، بهترین گوشی رو براش میخریم، اما یک بار شده که بشینیم بگیم که پسرم تو دل تو چیه؟ حرف دلت رو برای من بگو. جوانهای ما چرا خراب میشن؟ جایی که دوست نداره اجبارش میکنن که باید اینجا کار بکنی. خب بپرس ازش که چه شغلی رو دوست داره، همون شغل رو بذار انتخاب بکنه، تو همون شغل بره، همون رو انجام بده. جایی که دوست نداره به زور بهشون میگن که باید اینجا ازدواج بکنی. جوانهای ما به خاطر همین خراب میشن. جوانها رو دریابید. باور بکنید امروز جوان 13 ساله 14 ساله میفهمه که زن چیه، چه برسه به جوان 20 ساله و 25 ساله که پدر و مادر میگه که هنوز این باید کوچیکه، نباید ازدواج بکنه. اگر من اشتباه میکنم بیاین از جوانهای خودتون بپرسید، ببینید که آیا من اشتباه میکنم یا این که شما اشتباه میکنید. امروز جوان 13 ساله 14 ساله بالغ شده، جوان 20 ساله چقدر باید کار بکنه تا اینکه پول ازدواج رو جمع بکنه و پیدا بکنه تا اینکه ازدواج بکنه. بزرگای ما، پیرمردای ما نشستن فقط چونه میزنن، میگن که باید اینقدر پول بیارید، اینقدر جهیزیه جور بکنید تا اینکه ما به شما زن بدیم و شما ازدواج بکنید. و جوانهای ما میرن در کجاها به خاطر پول ازدواج کار میکنن. اگر اونجا بینماز میشن، اگر اونجا معتاد میشن، اگر اونجا جوونیشون ضایع میشه، فقط به خاطر اینه که توقعات ما زیاده. اما زنهای مسیحی دارن داد میزنن، میگن که فقط بیاین شما دین مسیحیت رو اختیار بکنید، بهترین زن رو به شما میدیم، بهترین خونه رو به شما میدیم، بهترین ماشین رو زیر پای شما میندازیم. اما پیرمردان ما، بزرگان ما صف اول مسجد نماز هم میخونن، تسبیح 6 متری هم دستشونه، اینقدر پول بیارید تا اینکه به شما ما زن بدیم و شما رو داماد بکنیم. روز قیامت جواب رسول الله رو چی میدی؟ که جوانهای رسول الله صلی الله علیه وسلم امت پیامبر جلوی چشمات داره پرپر میشه و تو از حرف از پول داری میزنی. و تازه جالب اینجاست وقتی که پول میارن تا 1 سال 2 سال جوانها رو ازدواج نمیدن، صبر بکنید تا اینکه 2 سال بگذره بعد شما ازدواج بکنید. نکنید روز قیامت. به خدا قسم روز قیامت باید جواب پس بدید. این جوانها جلوی چشمانتون دارن پرپر میشن.